میکنم، باعث افتخار منه که توی لایوت هستم. فدات بشم زنده باش. نه بابا این چرفیه به خدا، باعث افتخار منه. معذرت نه میخوام. خواهش میکنم. حالت خوبه؟ قربونت برم همزبون عزیز، ما مردم افغانستان زنده خیلی باشی. دوست من داریم. همینطور به خدا، ایرانی همشون گلن، عشقن، دوستشون دارم. قربونت برم. زنده چه خبر؟ سلامتی، خدا رضا باشه، فدات شم. خونم. تو چه خبر؟ چیکار میکنی؟ کجا میری؟ من هیچ چیزی میرم اینجا خیابون نشون بدم. من این کالیفرنیا آمریکام دیگه، میدونی که. آره میدونم. من تعجب کردم اینجا شب اونجا روزه. فدات شم. آره خیابون نگاه کن، خیابون نگاه کن. آره والا من الان اینجا بودم با دوچرخم حال میکردم. هوا گرم سرد؟ نه هوا 61، هوا خوبش، هوا خوبه، 61 درجه فارنهایت، هوا خوبه. والا کاش من بتونم بیام اونجا. امید آره اگه سلام. بتونی بیای که خیلی خوبه. کالیفرنیا بعد آب من و هواش خوبه. اخبار رو مثلا تو فضای اونجا اینا میبینم، شرایط خیلی بد تعریف میکنن. آمریکا میگن همه رو برگردوندن، نمیدونم اینا. امیر ترک سلام. ایدا سلام. خب بعد تو دیگه اقامت بگیری، اگه اقامت داشته باشی که دیگه همه چی ردیفه، بعد اقامت بگیری دیگه. آها اقامت بگیرم، یعنی میگن به افغانستان میدن. والا شما که اگه پول داشته باشی چرا ندارم. میگم اگه شما چه ببین خوشتیم هم کردیم ماشاءالله. بعد وکیل بگیری آقای حکیمی، بعد وکیل داشته باشی، وکیل بگیری که کار تو راحت با انجام بده. به نظر تو با من میتونم الان، من برنامه‌ام چیه؟ خب میرم اسپانیا چند وقت اینجا زندگی میکنم، اونجا میام برزیل، از برزیل میام به سمت مکزیک و آمریکا اینا، بعدش تصمیم داشتم برم کانادا، بعد کانادا استرالیا. مسیر من خیلی طولانیه. اگه بتونم یعنی مطمئنم که میتونم ان شاء الله. لیلا سلام. ایشالله که بتونی، ولی من در رابطه با اون کار گیم زدن من اطلاعی ندارم که مثلا بخوای گیم بزنی یا قاشقی بیاد، من نمیدونم خداییش. من نه خودم نه راستش رو بخوای چی با برزیل با مدارک میام تا برزیل. چی میام به دقیقه اینا با هواپیمای باربری میفرستم خودم که سیاحتی میام دیگه. اگه با مدارک بیای که خیلی خوبه، بیا اینجا که، ولی ولی با یه وکیل مشورت کنی بد نیست. با یه وکیل من مشورت کن. برزیل میتونم بیام، بعد برزیل نمیشه دیگه. آمریکا نمیتونیم با این پاسایی که ما داریم، نمیتونیم بیام. نمیدونم من اطلاع. میدونی من خودم از طریق فامیلی اومدم آمریکا. کار چیه میدونی اونجا؟ مال کارگر میگیری یا نه؟ نه بابا، من راننده اوبر هستم، مسافر جابجا میکنم. من راننده اوبر هستم فعلا در جدی حال حاضر. میگی؟ به چه خدا. جالب. آره واسه یه جا واسه جا پارک پیدا میکنیم. آره یه جا پارک پیدا کردیم، اینجا واسطادیم. خسته ببین نباشی جانم. چی میخواستم بگم، ما خلاصه مردم افغانستان رو دوست داریم. درود بر مردم شریف افغانستان، مخصوصا شما عشق آقای حکیمی. اصلا من تو که سلامت باشی. اصلا تو که مثل ما ایرانی ها حرف میزنی، اصلا زبونت مثل ما ایرانی هاست که متوجه، کاملا من متوجه میشم. سلامت ولی باشی، زنده باشی. ولی بعضی از دوستای افغانستانی که لایوشون میرم خیلی کم متوجه میشم. اونا دیگه داخل افغانستان هستن. آره مثلا اونا غلیظ صحبت میکنن، میفهم غلیظ صحبت میکنن. آره اصلا خیلی، اصلا 30% 40% متوجه میشم. ولی اها. شما که مثل خود مایی، اصلا فارسی ایرانی حرف میزنین کامل. تبریک بهت میگم. ممنونم، سلامت باشی، زنده باشی. خب خیلی واقعا باعث خوشحالی منه که توی لایو تو هستم، باعث افتخار منه، همزبون منی. و ممنونم. اینکه بسیار بچه با استعدادی هستی. چند تا زبون بلدی؟ ترکی، چه میدونم، آلمانی، ترکی، فارسی، ایرانی. ماشاءالله. به درد این میخوری بری تو سازمان جاسوسی کار کنی. نه دیگه اونقدرم که خب نیستم. خب حالا مثلا بعضی زبونا کم تو میتونیم صحبت کنیم، ولی اونقدرم دیگه پرفکت نیستی. پرفکت نیستی ولی نه، ماشاءالله بچه با استعدادی هستی. باریکلا. ممنون، سلامت خب باشی، زنده باشی. دیگه چه خبر؟ آلمان خوش میگذره؟ بالا راستش بخوای نه بقارن. پارتنر داری؟ مثل که الان دیدم با یه نفر حرف میزنی. پارتنر آوردی؟ پارتنر بالا داری؟ امشب جات خالی دیگه. چی بگم، چی میگین شما بهش؟ صبر کن. زید میگین دیگه؟ نه زید اومده اینجا، غذام درست کرده آورده، غذا عربی خیلی خوشمزه. جات خالی نشستیم غذا میخوریم. ایران افغانستانی آلمانیه؟ نه میگم مال ترک میگم، عرب عراقی. به سلامتی. اتفاقا خوبه، از تنهایی در میای. میگم به جایی که بیای لایو، به جایی که شبا بیای لایو با همین پارتنرت
وقت بگذرونی بهتره، با پارتنرت وقت بگذرونی. خب چیکار کنم؟ مالا خسته میشیم بعضی موقع لایو میام میگیم مالا بذار با بچه‌ها حرف بزنیم. مالا عادت کردیم به قرآن. شما 23 سالته نه 24 سالته. من 46 سالمه پسر. میگم من 46 سالمه. من 23 سالم. آره دیگه، حالا 2 23 ماه دیگه سالته. میشه 24 سال. به سلامتی، به سلامتی. فدات بشم، زنده باشی. ولی بچه آمریکا سلام کشور، همگی. میگم جانم آمریکا کشور خوبی. آمریکا اگه بتونی بیای آمریکا، ما اصلا تو که پول داری، اگه بتونی قانونی بیای آمریکا یه کاری واسه خودت راه بندازی، خیلی خوبه آمریکا. بالا برای برنامه‌شو تو دارم ولی شاید موندگار شدم شاید رد شدم، چون میخوام برم چی استرالیا اونجا زندگی کنم. باشه استرالیا هم برو، مشکل نیست. خوب دوست داری استرالیا؟ بالا در مورد استرالیا خیلی شنیدم. بی خیلی زحمت به این خوب. بچه‌ها خودتون معرفی میکنه، اینا هیچ که تو رو نمیشناسن. سلام سلام میده من جواب هیچ که سورا ندادی. من سهراب هستم، کوچیک همه ایرانیای عزیز، مخلصیم. 46 ساله از کالیفرنیا آمریکا. آره. زنده باش، فدات شم، ممنونم. فعالیتت چیه راستی؟ گفتی تو اوبر گفتی نه؟ راننده اوبر هستم. اوبر راننده اوبر هستم، در حال حاضر مسافر جابجا میکنم. بله. چی عالی. زبانم که بله خوبی دیگه، پرفکت زبان انگلیسی. دیگه زبان مشکل نداره دیگه. آره مشکل نداره. خیلی عالی. بعد شما به خاطری که بری ایرانیای بیای اون پرچم گذاشتی تو اتاقت، به خاطر که میری ایران میای اون پرچم اون گذاشتی دیگه، نه دیگه فهمیدی پرچم منظورم. پرچم ایرانو میگی؟ آره. اگه دیده باشی رو دوچرخم دو پرچم کوچیک دارم، پرچم افغانستان آره آلمانه. اینم نه چون میخواستم میگم رو چون میگم دوچرخم میری وصل کنم. جان؟ میگم چون میری جمهوری اسلامی و میای اون پرچم گذاشتی دیگه، یعنی منظورم گرفتی دیگه ها. والا به خدا نه، من پرچم ایران اصلا نمیفهم. الان رو گرفتم بچه منو پشیمون کردم. بابا میگه این نیست، پس کدومه؟ میگه نه شیر خورشید داره، شیر خورشید. به خدا این من به بدبختی گیر آوردم. الان دوباره باید یه دونه پرچم شیر خورشید سفارش بدم با یه پرچم تاجیکستان. شوخی میکنم. خب دیگه چه خبر؟ خودت خوبی؟ فدات سلامتی. خب بشم. تو گفتی وگرنه یه تو خیابان ایرانی زیادن بخورن پوست منو میکنن. به قرآن قسم. دیگه واقعا خیلی خوشحالم که با یه آدم افغانستانی های کلاس لارج، همچین زنده باش. خوش بررو، خوش قیافه، خوشتیپ دارم صحبت میکنم. سلامت باشی، واقعا ممنونم. شما دوست باعث باعث افتخار منه. سلامت خب باشی، نهار تشکر شام میکنم. چی سلامت. میخوردی؟ شام چی میخوردی؟ املت بالا من میخوردی؟ امشب جات خالی گل کلم پخته بودم، ولی موقعی که این بنده خدا اومده دیگه غذای عجیب غریب پخته که اصلا اناره که یه جور میوه عجیب غریب داره، من تا حالا ندیده بودم ولی خوشمزه است. مال منطقه میگم مال منطقه خودشونه، نه میگم مال آره منطقه مال خودشونه. غذای عربی که خیلی بالا، نه غذای عربی هم خوشمزه است. آره خوشمزه است. من کی غذا بشه نخورده بریم؟ بودم. میگم چه؟ کی بشه ما قابلی پلو بریم بخوریم. قابلی پلو میگم خیلی خوشمزه است. قابلی بابا تو پلو. که وقتش داری بلنچی بیای، خب بلنچی بیا دیگه. چادر بخوای تو چادر تو رو مهمون میکنم، خونه بخوای خونه، ما در خدمتیم والا. نه خب نه خواهش میکنم. بعد شما به دانشگاه چرا میگین پاهنتون؟ به دانشگاه میگین پاهنتون یا فرودگاه میدون هوایی میگین؟ چرا شما به فرودگاه میدون؟ خب البته این خوبه. میگم انعطاف پذیری زبان فارسی رو نشون میده. میگم الان ایران مثلا برعکس میگه. نگاه ایران مثلا فرض کن فرود میای، افغانستان پرواز میکنه، درسته؟ هوایی یعنی هوا میره هوا. دو تاش یکیه ولی یکم برعکسن. ولی خب برعکسه. زبان دری اینطوریه دیگه، زبان دری بعضیش فرق مثلا میکنه. شما به ماشین میگین موتور میگین موتور. آره به ماشین میگیم موتور، بعد به موتورش میگیم ماشین، برعکسه. برعکس میگین. برعکس. اگه به دوربین مخفی میگین کامera مخفی، نه کامera مخفی، آره کمره کامera مخفی، میگین. آره کمره مخفی. بعد به برنامه میگین پروگرام برنامه. آره و بر پروگرام. پروگرام خب خلاصه بعد چیز از انگلیسی مثلا الان پروگرام انگلیسی، راستی کمره انگلیسی جان. اون پرونده‌ای رو قفسه کتابخونه هست. پرونده شما میگین دوسیه، درسته؟ ما آره به میگیم اونم میگیم زونکن. دوستی. اونا اسم زونکنه، ما تو فارسی میگیم زونکن. اون کم. زونکن. پس اون فارسی هم خیلی سخته، ما خیلی چیزا نمیفهم. دوسیه کلمه انگلیسیه. دوسیه میشه پرونده، ما کلمه بهش میگیم انگلیسیه دوسیه. خب با زبان دری دوسیه. افغانستان بیشتریش از انگلیسی گرفته شده، میفهمی؟ انگلیسی بیشتری به کار میبرن. نه ما بهش میگیم زونکن. زونکن، چه جالب. خب دیگه چه خبر؟ دیگه خوبی عزیز؟ والا فدات شم، زنده باشی، خدا رضا باشه، میگی سر بدک نیست. تو چه خیلی خبر خوب. خوبی؟ سلامتی خوبم. راستی تو یوتیوب خانومی از یه خانومی مال افغانستان، خانوم نظیره کریمی، شنیدی؟ نظیره کریمی خبرنگاره، یه خبرنگاری تو آمریکا. تو آره آره یه آمریکا زنه پیریه، ماشاءالله. درسته پیری. آره قد بلندم هست. خیلی شناختم. فارسی
چقدر شعر بلده، شعر فارسی چقدر بلده، میگم چقدر شعر فارسی میخونه، شعر حالا فارسی با خیلی خوب. افغانستان آدم کارش های غیر زیاد داره. آره کارش خیلی درسته، کار خانم نظیر کریمی خیلی درسته. حالا چند ماشاءالله روز چند وقت قبل البته اشعار موقع تورام تازه اومده بود مصاحبه چیزی باش نمیدونم راجع آره به خانم افغان چیزی افغان پرسیده بوده. افغان پیپل میگفت افغان پیپل. آره شنیدم دیدم، آره دیدم. نه آمریکا کارش درست. افغانستان زیادن. شعرش ماشاءالله نه این که اشعار فارسی رو همینجوری سری میخوند خیلی من جذب خودش کرد. اشعار فارسی رو سری پشت سر هم میخوند. من اصلا شیفته همینجوری بابا شعر گفته. ما افغانستانی ها زبان فارسی ایران رو خوب میفهمیم ولی متاسفانه شما نمیفهمیم. بالا من الان چرا کتاب شما من یعنی کتاب خودم شماها که ما رو الان میفهمین؟ نوشتم. آره میگم جانم شماها ما رو میفهمین درسته. شما مثلا میفهم. من به یه آقای افغانستانی گفتم شما مال کجای افغانستانی؟ ناراحت شد گفت چرا میگی مال خله. از کلمه از کلمه با مال مال استفاده نکن. منظورش مال مال یعنی مال گوسفند. ما مال رو برای خر استفاده میکنیم، تو راست کلمه میگه. من گفتم مال کجای ما ایرانی ها میگیم مال کجای افغانستانی شما؟ مال کجای ایرانی؟ ما از کلمه مال استفاده میکنیم. اون ناراحت شد گفت نه مال نگو، مال واسه خره، ما واسه خر مال به کار میبریم. زنده خلاصه باشیم. ما خلاصه ما آره. گفتیم ببخشید اهل کجای افغانستان هستی، یعنی از کجای افغانستان هستی. منظورم این بود. میفهمی چی میگم؟ یا منظورم این زبان بود. داری زبان تاجیکی هم اینطوریه مثلا بعضی میگم بیا بریم چایت کنیم یعنی چای بدون بخوری ولی به آه. زبان داری بعد اشتباه اونو یه چیز دیگه فکر میکنم میفهمی مثلا یعنی یعنی میگه خفه شدی یعنی یعنی ناراحت شدی همه جا یعنی لهجه خاصی داره. یعنی میخوام ازت بپرسم شما افغانستانی ها کاملا ما ایرانی ها رو متوجه میشین؟ یعنی کاملا ضرب میفهمی المثل ما رو میفهمی متوجه میشین؟ یعنی کاملا میفهمی متوجه میشین؟ الان تو کتاب من نخوندی فکر کنم درسته کتاب من بخونی کلا لغت نه انگلیسی به کار بردم لغت انگلیسی. در حالی که پس زبان پس اصلی چرا مادریم دریه. پس چرا ما ایرانی ها شما رو متوجه نمیشیم؟ شما مثلا خب شما من ما رو دوست دوستان نداریم. نه ما که عاشق شما این نه کلمات شما رو متوجه نمیشیم. خب لهجه شما متاسفانه یه افغانستان نگاه کن افغانستان مثلا جنگ و تا امروز که الان چندین سال ما میزنیم این سر کله میزنیم با جنگ و تروریست و مسخره بازی ها به خاطر همین دیگه مثلا یکم چی داشتیم مثلا برگشتیم به عقب. اگر مثلا افغانستان پیشرفت چیزی داشت مثلا این جنگای لعنتی پایان میافت اون موقع شاید ولی چون یکم رفتیم به عقب به خاطر همون خب اونقدر چی نکرده دیگه حالا زبان دری اینا زیاد چی نشده به کار برده حالا یه نشده. سوال جان. جنرال مبین یا عبدالله مجاهد کدومش؟ جنرال مبین یا عبدالله مجاهد هیچ اینا کدومش نه. همشون خاک تو سرشون همشون دوستن همشون طرفدار هیچ کدوم نیستم هیچ کی به خدا حتی قوم خودم. شوخی میکنم ناراحت نشو، شوخی نه میکنم. خواهش میکنم خواهش میکنم. زنده خب باشی. یاد آقای کرزای بخیر. میگم یاد آقای کرزای بخیر، نه بابا پرزیدنت کرزای هرچی نبود مگم دمش گرم مرد بود به خدا. جدا مرد بود. اون موقع ما تو افغانستان قشنگ زندگی میکردیم بابا این اشرف غنی هم اومد خوب بود اولا ولی بعدا آر نمیدونم چی مرگش شد خاک سر این کنم. بابا شما خیلی پیشرفت کرده بودین. تلویزیون طلوع استدیابی صدا گذاشته بود، صداهای مختلف، خوانندگی برای خوانندگی مردم میامدن خوانندگی میکردن. تلویزیون طلوع میدونم بابا استدیابی. افغانستان خوب پیشرفت داشت ولی این طالبان بوگندوی لعنتی اومدن اینا کمه سواد ندارن بی سوادن خاک سر نکنم زدن هر چی زدن با دین و مذهب زدن اون مسخره. آره اینجا به افغانستان متاسفانه. به گند کشیده وگرنه خیلی خوب بود بخاطر زبان اشرف غنی قشنگ من زندگی میکردم افغانستان زندگی خیلی خوبی داشت الان نگاه اینجا پناهنده شدم به فکر اینم که اینجا کجا فرار کنم کجا برم پناهندگی بدم. دل تنگ شده واسه کدوم شهر زندگی میکردی؟ هرات؟ من کابل زندگی میکردم نه کابل کابل؟ پایتخت. دلت واسه کابل تنگ شده؟ کابل والا دلت خیلی تنگ شده؟ نمیدونم الان شاید من دل برای جایی که به دنیا اومدی بزرگ شدی تنگ شدی همینطوری. بعد اخبار افغانستان رو دنبال میکنید یعنی اینترنت بالا و اینقدر موبایل همین هر تازه روز دنبال. ترامپ اومده بود بعد افغانستان طالبان رو تهدید کرده به خدا من انقدر دعا میکردم کاش میگفتم اینا رو بکشم بیرون تا من اینجا برگردم افغانستان. واقعا خدا یک رحمتی به من و شما بکنه، هم ایرانی ها هم افغانستان، کمکی ما رو بکنه. سلامت باشی زنده باشی. آره خلاصه خب دوستش الان افغانستان ایران درست ایران از لحاظ اقتصادی یکم بالاتره ولی الان دو تا چیز مثل هم هست اونجا مثلا آخوندی و مسخره بازی از افغانستان هم همین الان دقیقاً دو تا دقیقا شبه هم. مثل دقیقا مثل همینه. من به خودم گفتم اون پرچم گذاشتی توی اتاقت به خاطر اینه که میری ایران رو برمیگردی. بابا معذوریت داری. میدونم نه به خدا من نمیفهمم بابا من افغانستانی هستم دیگه حالا چون مثلا گفتم بیشتر دنبال کنم ولی من تاجیکستان ترکیه ای مثلا ازبکستان اینا هستن خب بعد گفتم به خاطر احترام اونا باید عقب دوچرخه یه دونه پرچم اینام داشته باشم
سفارش دادم بعد پرچم ایران اومد. تاجیکستان هم رفتی شما؟ تاجیکستان شما تشریف بردی تاجیکستان؟ نه بالا. نرفتی. از تاجیکستان شبنم سریا رو میشناسی نه؟ خواننده شبنم سریا. برای افغانستان و تاجیکستان خیلی فارسی زبان البته خیلی با هم چیان میفهمی صمیمیان. آره اینا رفت آمد قبلا داشتن، قبلا آواز خوناش همونطوری میرفتیم تو تاجیکستان اینا چی میکردیم، ولی الان موقع طالبان اومده کمک وضعیت قرمز. وضعیت قرمزه. نه با تو که من اصلا کاملا متوجه 100% من همین حرفا رو تو متوجه میشم. تو مثل خود ما ایرانی حرف میزنی. راستی چرا تو تهران دزدیدنت؟ گفتی دزدیدنت تو تهران. چرا تو من که کتاب تو البته نخوندم، همینجوری فعل بدایی یه چیزی بگو، یه خب اشاره کوچیکی بکن. خب میگم متاسفانه شما بد برداشت نکنید، بیشتر هم تو الان ایرانی اینجا هم بد برداشت نکنید. خب ایران بعضی مثلا بلوچستان و کردستان اینا یکم وضعیت اقتصادشون بدن، خب به خاطر این هر کاری اصلا میکنن. تو ایران گوشی قاپی خیلی مرسومه، گوشی مردم میدونم میدزدن، کیف مردم میدزدن. خب حتی خیلی باید مرزا ما مراقب باشی. افغانستانی ها مثل خیلی گنج میمونیم، مرز مثلا چه خروجی ایران چه ورودی ایران، میفهمی؟ بلوچستان کردستان واقعا برای ما خیلی سخته، من خودم تجربهش کردم واقعا. به خدا انگشتاتو در میاره اینقدر زرج کوشت میکنن تا پول واریز کنی به حسابشون. من خیلی بدبختی اینا زیاد کشیدم. خدای نمیگم همه ایرانی اینطوری، همه جا اینطوری داریم، افغانستان این کارا میشه، ولی ایران چون صاحب نداریم دیگه متاسفانه. ایران بلوچستان و مثلا سمتای موقعی که میای سمت قاچاق سمت ترکیه اینجا واقعا خیلی سخته. من خودم خیلی سختی کشیدم، آواری کشیدم. کتاب من نخوندیم امرو و جزئیات عکس کامل، یعنی داستان نیست کلا، دروغ نیست یعنی. راست میگی. من واقعا از به خاطر این ایرانیایی که باهات بد رفتاری کردن ازت معذرت میخوام. نه ببخشید. بابا خواهش می‌چرفی. حالا مثلا ما رو خب همه جا ببخش. خوبت داره، همه جا آره خوبت دیگه. داره، خب نمیشه قرار نیست هم مثل هم باشیم. آره راست میگی. خیلی خوب. بعد شما که با ماشاءالله کار درسته. چه میدونم پول یه کمی پول خرج کن. چه میدونم سرمایه گذاری بیا یه کشوری، برو استرالیا، یه کمی پول بابا خرج کن. تو الان میدونم به خدا من همین آلمان بچه‌ای که دوستان ببخش غذا می‌خورد غذا داد نه دهنم. راحت باش، بخور، راحت باش. من موقعی که اصلا قبلا آلمان نمیفهمیدم به خدا، اصلا بلدم نبودم. خب این دوست ما ایرانی افغانستان متاسفانه حالا بعضی بد برداشت نکنن، موقعی میریم یه کشور خارجی اگه خوبم نباشه اونو مثل یه دسته گل ازش تعریف میکنیم، اینطوری جای باحالیه، اون این دختراش اینطوری آزادیه فلان همش چرت و پرت. به خدا منم گل خوردم مگه نه همچین جایی نمی اومدم. الان اینجا اومدم به خدا قسم نسبت به اینجا افغانستان خوبه. الان از یک لحاظ مثلا کار به زندگی نداره چطوری میخوای زندگی کنی، ولی در اصل آلمان آزاد نیستی. چطوری آزاد نیستی؟ الان من بیشتر از یک هفته اجازه ندارم این شهر برم خارج از شهر، نامه میاد برام فلانی تو کجایی. اصلا نمیتونی بیکار باشی. حتی الان مثلا تو اگه قبولی دائمی آلمان هم داشته باشی بیشتر از 25 روز در سالی اجازه نداری آلمان رو ترک کنی. کجای دنیا همچین چیزیه؟ من مثلا داخل خونم یکم پول نقد داشتم با یکم، من خود میفهمی جواهر و چیزا رو دوست دارم، داخل خونم کلی کمره امنیتی آره دارم. شما که بانک نمیتونی بذاری که بعد تو خونه نگه داری دیگه. میگم بانک خب دیگه خیلی بعدش مراقب، هم خیلی مراقب متاسفانه باش. هموطنام. با هفتیر میان تو خونه ممکنه بکشنت. میگم ممکنه با هفتیر بیان تو خونه بکشنت. الان بعضیا فکر میکنن آلمان خیلی با امنیته، ولی متاسفانه اینطوری نیست. الان من ساعت گران قیمت دارم، لوازم هم اینجا دیدی کلا گران قیمته. آره دیدم. داخل خونه تا دوربین امنیتی کار گذاشتم. بعد هموطنان بعضی اینجا حسودن، میفهمی؟ مثلا میگه یارو میفهمم. مثلا بیشتر یه سال نمیشه اومده آلمان چرا انقدر وضعش خوبه، اینجوری خوب زندگی میکنه، خوب میچرخه، اشغال میکنه. خب به پلیس ها اینا گزارش دادن، به پلیس گزارش دادن، بعد اومدن همه چی ازم بردن. پولمو برد، یکم لوازم گران قیمت، الان نامه و نامه بازی اصلا کلا از آلمان متنفر. حسادت از اول تاریخ بشریت بوده. مثلا یکی از معذرت میخوام من گلوم گرفت، یکی از یاران عیسی مسیح به خاطر همین حسادت عیسی رو لو داد به چه میدونم به قوم چی میگن، قوم حضرت موسی، قوم یهود. به خاطر همین حسادت یکی از یاران عیسی رو لو داد به قوم یهودیت، به سران قوم یهودیت که اومدن عیسی رو گرفتن و به صلیبش کشیدن. یعنی میخوام بگم حسادت بد دردیه، حسود هرگز نیاسود. حسادت از اول تاریخ بشریت بوده و هست. خلاصه هست. واقعا راست میگی، خیلی راست میگی. حسادت خیلی چیز بدیه. حالا مثلا هموطن با آدم حسادت میکنه خیلی بده. هموطن با آدم حسادت اگر میکنه ما خیلی بده. اینطوری بودیم الان کشورمون گل گلزار بود، هیچ کسی غلطی نمیدونه تو کشور خودمون. الان ما چند ساله میذاریم الان تو لایو بریم به خدا نمیگم همه ما اینطوریم. خب بعضیا بی سوادن بی شخصیتن این کارا رو میکنن. الان تو تیک تاک برو بخدا تیک تاک کلا بدت میاد. افغانستانی با هموطن خودش مثلا فلانی اینطوری فلانی اونطوری به خاطر یه دونه لایک و فالو چه کارایی که نمیکنن اینا. خب به خاطر فالو و سابسکرایب این مسخره بازی کلا
بگن کشتیم، یعنی متحد نیستیم. ای کاش متحد بودیم هیچ غلطی نمی‌تونستین طالبان بگندو، ولی متحد اتفاقا نیستیم. چند تا همین ویدیوهای این من تو تیک تاک نیستم ولی من تو اینستاگرام هستم، ویدیوهای بی‌تربیتی دیدم فحش میدن از همون کشور افغانستان، ترنسای افغانستان رو دیدم به هم فحش میدن. خلاصه مثل ایرانی هم اینجوری هستن، بعضی موقع بعضیشون اینجوری هستن. خلاصه ادب هم میگم مؤدب بودن توی فضای مجازی هم یه هنری که بعضیا ندارن. من اینجا الان بودن. داخل لایو همین دوستام اینجا که بیشتری الان نگاه میکنن، به خدا بیشتریش من دوباره 3 بار بلاک کردم، دوباره در آوردم چون کوچکترین حرفی چرت زده کلا انداختن لایو بیرون، چون اصلا دوست ادب ندارم. حال مرد بهز دولت اوست، ادب مرد بهز دولت اوست. مؤدب بودن و با ادب بودن یکی از شرایط انسانیه واقعا. در فضا مثلا شما فکر کن شما فحش بده تو فضای مجازی، همه فحشای شما منتشر میشه، شما به عنوان یه آدم فحاش شناخته میشی به کل جامعه بشریت. خوب نیست متاسفانه. اینا کلا امروزا پیروزی امروزی پیشرفت امروزی کلا سرپایینیه. میفهمی قبلا نبود یه آدم یه کارایی میکرد که مثلا با آبرو با عزت زندگی کنه، امروز نه. امروز مردم میخواد هر غلطی بکنه فقط میگه چی باشم، میگه تو فضای مجازی مثلا مشهور بشم، ربطی نداره چیکار بکنم چه نکنم. میگم مسائل کمر به پایین لایک بیشتر میگیره، نه میگم مسائل کمر به پایین مخاطب بیشتر داره، نه. خب اینطوریه متاسفانه راست گفتی. والا دنیا امروز خیلی ننشته بیرون، وضعیت خیلی قرمزه واقعا. آره قرمز، راست گفتی. خیلی خوب دیگه تعریف کن آقای خوشتیپ، دیگه چه خبر؟ والا سلامتی دیگه اینجا این فعلا تا این اون کوچرمیاری که میپوشی عینک دو آفتابی هم که میزنی، اون کوچرمیار رو میپوشی عینک آفتابی هم که میزنی تو خیابون راه میری، من یاد راکی میافتم. راکی فیلم راکی هستش، فیلم راکی رامبو رو میگی؟ راکی. من یاد زمان ما بود فیلمای راکی زمان ما بود، من یاد راکی میافتم. آخه خوشی باشه خوشی هم هستی، خوشی با ورزشگاه اون لباسا میپوشم کلا خجالت میگیرم، چون میرم این نگاه میکنن اصلا کچ فکر میکنم کچ رو میرم. میفهمی چی میگم؟ زیاد نمیپوشم بعد خیلی خوشتیپ دیده میشی. میدونی چی میگم؟ خیلی خوشتیپ و همچین خوش بر رو هستی. ماشاءالله قیافتم ورزشکاریه، یه آدم ورزشکار محسوب میشی. ممنونم. مخصوصا اون کت چرمی هم که میپوشی مثل راکی دیده میشی، مثل فیلمای راکی. ممنونم. سلامت بشه. خب دنیا دور است دیگه، آدم باید اشغال کنه. آره اگه پول داری اشغال کن، ولی ما که نداریم. ما باید من الان که گفتم به خدا آلمان پدر من در آورده، تا موقعی که اینجا باشیم هیچ غلطی نمیتونم بکنم. بالا. آره راست. آره خلاصم از من به تو نصیحت، وکیل بگیر اولا، دوما قانونی برو، سوما سر کیسه رو شل کن، جای کشوری برو سرمایه گذاری کن بتونی اقامت بگیر. اینجوری نمیشه. الان فعلا در مورد اسپانیا خیلی تحقیق کردم. اگه میخوای استرالیا بیاری خب برو دیگه، تو که ماشاءالله پول داری. مشکلی چیه من نمیدونم. حالا من نمیخوام وارد جزئیات زندگیت بشم جلوی توی لایو، ولی اگه پول داری انجام بده برو. آلمان بی خودی عمرتو هدر نده، بی خودی اونجا واسه نه با اینجا اصلا فقط اسمش آلمانه، به خدا اسمش اصلا خوب نیست. آره خیلی خوب ما دیگه رفع زحمت کنیم. اگه کاری امری فرمایشید خیلی خوشحال شدم. شما جوون 23 ساله از افغانستان، من 46 ساله یک ایرانی. بسیار یعنی باعث افتخار من بود شرکت در لایو شما و اینکه شما رو ببینم باعث افتخار من بود. و اینکه معذرت میخوام، من میدونی من کار دارم دیگه، من معذرت میخوام. چند دفعه بهت گفتم میام لایو و نیومدم، خلف وعده کردم. بسیار شرمندم و ازت معذرت میخوام. منو ببخش. خلاصه یعنی واقعا شرکت در لایو شما باعث افتخار من بود و به خودم افتخار میکنم که در لایو شما بودم. ان شاءالله همیشه موفق باشی، خوش باشی و اینکه زندگی همیشه به کامت باشه. اگه امر فرمایشی نداری بنده رفع زحمت بکنم قربان. من نوکرتم. قربونت بشم. قربان موفق باشی. خداحافظ.